اینجا به سادگی عکس هم داده نمیشه. حاجی صاحب ما رو بسیار زیاد دوست دارن که با ما فرصت حاضر دادن تا اینا رو به تصویر بکشیم. تقریبا 10 نوع خطه در یک تابلو با آب و کتیبه های هم با آب طلا کار شده و در موزیم مسجد جامع قرار داره که خط نستعلیق و کوفی و نزدیک ببینیم خط کوفی که کتیبه که به مسجد جامع هم از این به کار رفته به کاشی های مسجد جامع. همراهان عزیز، سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. امروز با همکاران آمدیم به مسجد جامع بزرگ هرات و توجه مرا یک مکان بسیار خاصی جلب کرد و مطمئنم که خیلی از عزیزان این مکان خاص ندیده چون اجازه داخل شدن در اینجا نیست. اما تلاش کردیم تا یک گزارش خاصی در ارتباط به این مکان خاص داشته باشیم و برای شما بیننده‌های عزیز به نمایش بگذاریم. با ما باشید. طبقی که به تصویر میبینین بیننده‌های عزیز، داخل موزیم مسجد جامع بزرگ هرات شدیم و دقیقا اینجا یکی از بزرگوارا هستن برای از اینکه با ما راهنمایی کنن و یک توضیحات بدن که از قبل همراه شما کرده بودم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. چه حال دارین؟ بخیرین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. هرچند تعداد زیادی از مردم شما بزرگوار میشناسن ولی خیلی خوب میشه که بازم یک معرفی کوتاهی برای بیننده داشته باشید. سلامت باشین. احمدی و نصلی علی رسول الکریم. مسیر احمد فاضلی، یکی از خادمین مسجد جامع بزرگ هرات. عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده‌های خوب شما. در خدمت شما هستم. خوش آمدید به مسجد جامع هرات. مجددا تشکر. سلامت باشید. ما خواستیم که برای بیننده‌های عزیز این مکان خاص ذره به ذره به تصویر بکشیم و نشان بدیم که افغانستان، هرات ما، مسجد بزرگ ما اینیت یک مکان خاصی با اشیاء خاصی داره. لطف میکنین؟ در خدمت شما هستیم. همراه ما باشین بیننده عزیز. قبل از اینکه توضیح رو شروع کنیم یک چند تا تصویری از این موزیم داشته باشیم. با شما هستیم. همراهان عزیز، دقیقاً داخل موزیمیم و کوشش میکنم اما وسیله هایی که بسیار زیاد قدامت تاریخی داره و همچنان توجه مرا جلب میکنه کوشش میکنم اونا رو بیشتر به تصویر بکشم و حاجی صاحب ما توضیح بدن. اولا که این کلاه را فکر کنم بیشتر از ما شما آشنایی داریم، ولی کلاه نظامیه، درسته نه؟ از زمان ارتش شوروی سابق وجود از اینا در افغانستان و این کلاه از اینا که این وقته به اینجا به غنیمت گرفته بوده شده توسط مردم بوده و بالاخره به مسجد جامع اینجا نگهداری میشه. حاجی ما در روبرو خوب یک دروازه واقعا توجه من کاملا جلب کرده. بیخی امیر که میبینم یاد ما از اون سریالی حضرت یوسف علیه السلام میه. دقیقاً اون یک شیپی داره، اون یک استایل داره. میشه یک توضیح کوتاهی در ارتباط به این دروازه تاریخی بدین؟ خوشبختانه به شما بگم که از معماری‌های مردم هرات، از مردم افغانستان، یکی از دروازه‌های مسجد جامع که به یادگار نسل امروز مونده، به بعض روایات دارن که تقریباً 240 سال از این دروازه میگذره. یعنی 240 سال قدامت تاریخی. بله، یکی از دروازه‌های خود مسجد جامع هرات بوده و در همین جی در چیای مسجد جامع نگهداری میشده که امروز ما آوردیم داخل موزیم مسجد جامع که خود شما میبینید که بسیار باز نقش و نمو عکاکی‌های بسیار خوبه به جا مانده. از واقعا آدم وقتی داخل موزیم داخل میشی
یک حسی کاملا اولی پیدا میکنی و اما گذشته خود همیشه به یاد میاری. جالب، ما بازم در این قسمت یک خطای بسیار عجیب و غریبی میبینم. میشه یک توضیح در ارتباط به خطا بدین؟ تشکر. اینا خطایی که از استاد محمد علی عطار هیروی یا هیرتی بگیم، آثار زیادی از اینا در مسجد جامع ایراد به جا مونده، به خصوص از این تبلو شکری استاد که شما ببینید که تقریبا 10 نوع خطه در یک تبلو با آب و کتیبه های هم با آب طلا کار شده و در موزیم مسجد جامع قرار داره که خط نستعلیق و کوفی و اینا کلا در یک تبلو اینا حک شده و در بغل از یک تبلو دیگه که شما مشاهده میکنید که خط شجره. خط شجر یعنی خط درخت، شاید کسی کم دیده باشه. واقعا من شنیده بودم، اولین بار من بله بهترین خطی که امروز ما در موزیم مسجد جامع داریم. شجر بله، خیلی بسیار جالبه. حاجی صاحب بیشتر گفتین داخل از این تابلو که هسته 10 نوع خط استفاده شده و یکی از ویژگی همینه که با آب طلا نوشته شده. آب طلا و خط از این بسیار خط چیه که کتیبه، خط کتیبه که یعنی در کتیبه های مسجد جامع از اینا استاد حتی از این کتیبه ها استفاده کرده به اطراف یا در دیوال مسجد جامع. خیلی خوب. من در این قسمت باز کشی‌های می‌بینم رنگ فیروزه‌ای داره. این چه داستان داره؟ این خط کشی فیروزه که به نام کشی قوری که اولین کشی که در مسجد دروازه مسجد جامع هرات ای از این کار شده بوده که شاید هم شما از نزدیک دیده باشیم. دروازه مسجد در قسمت پارک مسجد جامع، یعنی این شما ببینید که این کشی که یعنی به نام کشی فیروزه یاد میشه. 847 سال از این تیر میشه سای 847 سال که بهترین کشی که امروز هم شما اگر ببینیم همون جلایی که به شکل کشی فیروزه میگن همون فعلا در چی از این معلوم میشه. یعنی وقتی که لمس میکنه فکر میکنه که خود از این فیروزه 847 سال هم از روی از این تیر شده. قدامت تاریخی از این و ایره قوریاست. قوری کار قوریاست بله که فعلا هم فکر کنم دروازه قوریا فعلا هم هست. از این استفاده هم شده نه؟ بله همین حالا کم آثار هست از این. من بعضی جاها که به مرور زمان از بین رفته بوده و خیلی خوب. من هرچند آدم خشونت آمیزی نیم ولی شمشیرم توجه من به خود جلب کرد و یک چیز تاریخی میتونه باشه، درسته نه؟ در خود شما ببینید که در موزیم همه چیز هست. این که شما میگین که خیلی چیه ولی نمیخوام زیادتر از اینو گپ بزنیم، من میترسم. فرهنگ همین کشور بوده و خود شما میفهمید که شمشیر یک چیزی هست، چیز فرنگی است در هر جا، در هر خانه هم فعلا هست به خاطر آثار تاریخی که داره. یعنی خوشبختانه ما تانستیم که به همون سبکی که هسته، یعنی نه که ما رنگ‌آمیزی کرده باشیم یا ترمیماتی کرده باشیم، احتمال میره در حدود 200-270 سال هم تاریخ ازی باشه. ان شاءالله که در مسجد جامع محفوظ و بازدید کننده ها از اون میتونم حتما بازدید کنم و ببینم. همراهان عزیز، من کوشش میکنم که موزیم مسجد جامع بزرگ ذره به ذره به تصویر بکشم و آنقدر اینجا هست که نمیشه روی هر کدام صحبتی داشته باشیم. مثلا این هم توجه من میتونه جلب کنه با خود و حتما قدامت تاریخی داره. ما کوشش میکنیم بریم روی چیزهایی که قدامت تاریخی بیشتری داشته باشه، داستانی داشته باشه. مثلا در روی من اکنون یک قاب‌هایی میبینم که توسط از قاب‌ها حتما یا یک چیز خورده میشده و از دوران چیه حاجی صاحب توضیح بدین؟ اینا دو دونه قاب میوه است. قابای میوه که اینا تقریبا 700 خورده سال تاریخ داره، از تقریبا از زمان تیموری است و در قسمت پایین و بالا از این با خط کوفی حک شده. خط کوفی اگه شما بتونید به تصویر بکشیم، یعنی بلند از او پایین از او به خط کوفیه. دو دونه قاب میوه اینا، دو دونه قاب میوه که اینا در موزیم مسجد جامع به صورت درست ان شاء الله نگهداری میشه. درست. و این گفتین از زمان تیموری است. بله از زمان تیموری است. در کل اینا هم بله یک دونه قلمدونیه و یک دونه شمدونیه که اینا هم تاریخ بسیار بالایی داره. بیننده‌های عزیز، ما در قسمت دیگه چوبای
توجه من به سمت خود جلب کرده و این چوبا 100% داستان داره دیگه. درسته حاجی صاحب؟ بله بله، چوبایی که شما در میبینیم اینا در تنه‌های درخت بوده که در ستونهای مسجد جامع استفاده میشده، یعنی در بین پایه های مسجد. شما ببینید این به حساب این از یک قسمت از داخل چوبه، کلا از بین رفته چوب، یعنی قطب چوب خیلی بالا بوده، کلان بوده، همون مغز چوب لفظ هیرتی ما و شما مغز چوب مونده که این ما گفتم که این ما به موزیم گذاشتیم که یعنی آثار از چوب و از موی چیه که اون مردم 800 سال پیش کار کردن، گفتیم از اینم آثاری داشته باشیم در اینجا. دقیقاً بیننده عزیز وقتی همین چوب شما هم اکنون میبینین دقیقاً قدامت تاریخی 800 سال درسته؟ بله 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 800 سال قدامت تاریخی داره. یعنی شاید این در استاد شاید این شما وزن بزنیم شاید این 100 گرم نباشه. یعنی شما ببینید که یک یعنی تنیاچی درخت بوده، یعنی شما وقتی که وزن میکنیم 100 گرم نمیشه به خاطر از این سبکه. بله بله که یعنی به مرور دیگه یا موتیان خورده یا در مرور از بین رفته سه. همراهان عزیز دقیقاً داخل موزیم به هر چیزی که دست بگذارم بالاخره یک داستانی داره و یک خصوصیت خاصی داره. اینجا هم طبق شما به تصویر میبینین دقیقاً حاجی صاحب توضیح بدن که اینو دیگه فرهنگ کشور ما و شما که یعنی از چراغ استفاده میکردیم. تقریبا 65 سال از این گیس یاد میشه که یعنی خیلی کسایی یاد نمیدم، انا شاید سفید شده باشم. این گیس که هست و که سر سرخ داره او تقریبا جدیده ولی این تقریبا 65 سال میشه. ما اینا رو گفتیم که در موزیم بگذاریم که در آینده اولاد ما نسل‌های بعدی بفهمن که ما از این چراغ استفاده میکنیم، مثل که از اون چراغای سفالی در اون چی دیده باشیم، به تصویر دیده باشیم، از اون چراغای سفالی داشتیم که پدرام و نیاکان ما و بعدا ما استفاده کردیم و در آینده هم اولاد ما بفهمن که ما هم چراغای استفاده میکردیم، همیشه برق نداشتیم. حاجی صاحب ما پیشتر که همون طرفی از موزیم میگشتم یک کاشی سالم رو دیدم. بله بله و یکی از کاشی‌های فیروزی که بیشتر خدمت شما عرض کردم که دروازه قوریا که هست سر در دروازه از اون کاشی کار شده بوده، نمونه از اون کاشی که یعنی خشت سالم از اون ما در یک جای از داخل موزیم گذاشتیم که میتونیم از نزدیک هم مشاهده بکنیم. همراهان عزیز کاشی سالمه با شما نشان میدم که قدامت تاریخی داره و واقعا هنری افغانار و خصوصا هنری قوریای ما شما به تصویر کشیده. کاشی بسیار یعنی رنگ فیروزگی از او، همون رنگ و همون تی از او، کتیبی از او کلن با جا مونده. یعنی الحمدلله هیچ خساره هیچ چیزی ندیده تا جالب بزنه که اینقدر سال از این گذشته و همون جلای خودی جلای که همون کاشی از او هنوز هم هست و شما ببینید شاید هم بگیم روز به روز جلا از این بیشتر میشه، یعنی خراب نشده که یعنی مرور زمان هیچ رنگ خو چی خورد دست داده باشه. باشه سبب نمیشه دزدی کنم بابا. والله دیگه ایت چما میفهمید که اینجا به سادگی عکس هم داده نمیشه. حاجی صاحب ما رو بسیار زیاد دوست دارن که با ما فرصت حاضر دادن تا اینا رو به تصویر بکشیم و برای شما بیننده‌های عزیز به نمایش بگذاریم. تشکر حاجی صاحب. بسیار زیاد سنگین هم است. دقیقاً 5 کیلو وزن. 5 کیلو. حاجی صاحب اینا پارچه‌های از کاشی هست. اینا پارچه‌های از کاشی درست؟ نمونات کاشی‌هایی که در طول تاریخ مسجد از او استفاده شده و به کار رفته. شما ببینید که اینجا کاشی‌هایی دارین که به این شکل تگرنگ بوده سه. اگر نزدیک برادر ما چی کنم شما ببینید که یک مینیاتوری بسیار خاصی کار شده. نگاه کنید یکی از شکریای مردم هرات بوده در تاریخ. همراهان عزیز داخل موزیم هر طرف رو نگاه میکنم میخوایم بالاخره حاجی صاحب توضیح بدن. اون طرف تابلویی که خطاطی شده و باید به تصویر بکشم، این طرف یک پنجره‌گاه که من نمیفهم کدام اول به تصویر بکشم. باش به همین نزدیک اول رقم توضیح بدیم. این پنجره‌گاه که مقبولی تاریخی ببینید چقدر زیباه واقعا. هیچ داستان داره. یکی از اتاق‌های مسجد جامع هرات از این کلکینی نصب بوده و فعلا و کلکین‌های کلانتر نصب شده. تقریبا 60 تا 65 سال تاریخ از اینه. همون ثابت مونده و با اون ظرافت خوب، با اون رنگ خوب، با اون چی خوام هست. و ایران ما تونستیم به همینجا به موزیم بگذاریم و بسیار هم بازدید کننده ها و از این بسیار چی دارم لذت میبرم. بله بله سمت خود خوب. حاجی صاحب
به روبروی ما بازم تابلویه و ما یک چیزی توجه من به خود جلب کرده که یک قدر سال گذشته تکنولوژی امروز که ما میبینیم دقیقاً خاطر که متوجه میشیم که با چی ظرافتی اینجا نوشته شده. یعنی اگر این بزرگوارها در این عصر می بودن اینا چه کار میکردن؟ دیگه شما شهکری های اینا شما جناب استاد از نزدیک میبینیم که سکنه که با خط کوفی حاشیه دور از با خط کوفی خط نستعلیق یعنی با شعر حتی بعضی جای اینا میبینیم که با شعر اینا چی کردم و فعلا شاید خیلی کم باشه که بتونه همیت کتیبه و همیت تبله و چی داشته باشه. واقعا نزدیک ببینیم خط کوفی که کتیبه که به مسجد جامع هم از او به کار رفته به کاشی های مسجد جامع. ای صفات ذات پاکت قل هو الله احد. چقدر عالی. خب حاجی صاحب اینجا بازم توجه ما جلب کردیم چیه؟ نمونه های کاشی مانه که کاشی ها که در زمان قوریا یک زمان کاشی یک رنگ بود تک رنگ بود یعنی کاشی فیروزه. خب به مرور کاشی به 7 رنگ تبدیل شد. همون نمونه 7 رنگ ما به موزیم گذاشتیم که یعنی بازدید کننده ها ببینن که از این کاشی که یک رنگ بوده و به 2 رنگ تبدیل شده و فعلا به 7 رنگ یعنی کاشی مسجد جامع یعنی فعلا به 7 رنگ یعنی تبدیل شده که نمونات از این ما داخل از این گذاشتیم. بله یعنی خط کوفیه که شما ایران ببینید نزدیک این هم خط کوفی است. بله بله خط کوفی سکنه که این به چیز ظرافت کار شده بسیار. 14 سرطان 1352. خیلی خوب. یک چیز دیگه وجه این کد گذاشتین از این نمونه ها که هستن. بله اینا خب کدای بوده که یعنی همین پارچه ها از طرف آبادات تاریخی اطلاعات و فرهنگ اینا کلا کدگذاری شده که یعنی بله ثبت شده که یعنی همین به کدو رنگ بوده کدو وقت بوده به کدو تاریخ اینا به مسجد جامع گذاشته شده. خیلی خوب خیلی خوب. خب همراهان عزیز با ما باشین تا ببینم چه چیزی دیگه اینجا گیر ما شما میاد تا توضیح بدن. حاجی صاحب امروز کنار ما هستن خداوند عزت بده از اینا. حاجی صاحب در اون قسمت من سنگ میبینم که بسیار با ظرافت کار شده. چه داستان داره سنگ؟ اینا سنگی بوده که یعنی بیشتر به اطراف زیارت کار میکردن یا به اطراف خانه ها یعنی محوطه خانه ها یعنی به جایی که از فلز استفاده کنم اونا به همون وقت بسیار با مهارت خاص با همون سنگ حکاکی کردن به شکل پنجره در آوردن که یعنی به هر جایی که به خانه درست میکردن به اون محوطه خانه خور از این چی از این سنگ و از این کتیبه استفاده میکردن که متاسفانه که به طول تاریخ دیگه اینا از بین رفته. یعنی خیلی خوب خیلی خوب. برای از این موزیم کدام برنامه هست روی دست یا نه؟ خوشبختانه که ما در قسمت دروازه شمالی مسجد جامع جای داریم برای که یعنی قسمت وضوخانه بسیار قدیمی مسجد جامع بوده که یعنی نزدیک به وضوخانه استفاده میکردن و تقریبا 1 سال میشه 1.5 سال میشه که ما داریم مرمت میکنیم که انشالله بتونیم به زودی بعضی از این آثار خطی خود ما به همون قسمت انتقال بدیم. جای خود جای همونجا است که تاریخیه بنای تاریخیه و اکثر همین تبله ها شاید بیاد از دوستا شما بیننده شما سوال برانگیز باشه که و در موزیم مسجد جامع چرا همه چیز به هم ریخته به خاطر که ما جای نداریم. در گوشه به گوشه مسجد جامع کار شروعه شما نزدیک دیده باشیم در قسمت شمال جنوب غرب شمال غرب و کلا کار شروعه. الحمدلله که فعلا ما به فکر از اینیم که بتونیم همون موزیم را فعال بکنیم که بیشتر آثار خطی خود ما در یک جا انتقال بدیم و این حیوانی که ما شما بغل دست ما قرار داره ایران شکر فعلا کار مرمت‌کاری از این کردیم. بعض قسمت‌های از کتیبه ها مونده که اونا را ان شاء الله که بتونیم از چیز زیر گچ بیرون کنیم و یعنی شاید برای 1 سال یا 6 ماه دیگه بتونیم ان شاء الله ایران به جزء خود موزیم بکنه. و فعلا خود شما می‌بینید که شاید دوستان بازم تکرارا میگن که بگن که همه چیز به هم نزدیک و کمکی به هم ریخته. از بیننده ها شما ما چی میکنم معذرت خواهی میکنم ان شاء الله که در آینده بتونیم که باز یک موزیم بزرگتر و
جای وسیع‌تری داشته باشیم و در جایی که کتیبه ما و شما جدا باشه، جایی که کجیای ما و شما جدا باشه، جایی هم که آثار تاریخی داریم انشالله که در چند بخش اینا تقسیم بشه. حاجی صاحب بزرگوار، یک عالم سپاس، تشکر بابت از اینکه وقت گذاشتین و بالاخره همراه ما همکاری کردین و برای بیننده‌های عزیز توضیح دادین. بسیار زیاد تشکر. ما از جانب تمام بیننده شما تشکر خاص میکنم. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما و از بیننده‌های شما و همیشه خواهانیم که دوستا و مردم ما از هر ولایتی، از هر جایی که گوشه افغانستان، از وطنداران ما که در خارج از کشور هستن بیایم ببینن، بیایم فرهنگ و قوم ببینن. تشکر. همراهان نازنین، در قسمت پایانی گزارش قرار دارم و کوشش کردم که موزیم بزرگ مسجد جامع را برای شما به تصویر بکشم. در کل وقتی آدم در همچون موقعیت های قرار میگیری اصالت خود بهتر میشناسی و متوجه میشی که افغان و افغانستان یعنی چی. تا گزارش بعدی